گروه ایجادی برنامه چشمه‌ها چون هر وقت راهی سفر خود را پیش گرفتیم صبح بر وقت جانب شهر وحدت انیق‌ترش دره رامید برای ثبت چشمه زیرون. چون همیشه نواربرداری برنامه فردوس شریفی در داخل نقلیات آرام نبوده کوشش میکرد که برای بیننده راهی که ما را به نقطه اساسی یعنی چشمه زیرون میبرد نشان دهد. سلام تماشابینان عزیز، امروز ما در یکی از مکان‌های خوشباد و هوا و طبیعت دلفریب دره رامید قرار داریم. این نوبت برنامه چشمه‌ها از چشمه زیرون سخن میگوید. اگر به شما جالب باشد بیاید با هم میرویم میبینیم که این چشمه چگونه خصوصیت دارد و به کدام کسلی‌ها دوا میبخشد. دره زیبا و سیاحی، طبیعت عجیب، آب و چشمه‌های مصفا و شفابخش، شمال روح‌افزا و کوه‌های آسمانبوس و دریای سرمست، این همه یعنی دره رامید. از مرکز دوشنبه تا چشمه مذکور 54 کیلومتر راه است. ما حالا نمیدونیم که چشمه چگونه است، به کدام کسلی‌ها فایده میرساند، آیا نوشیدن این آب درست است و یا نه. فقط همین رو میدونیم که طبیعت اینجا خیلی فارم و خوب است. چشمه مشهور و آوازه‌دار دره رامید یعنی زیرون که با خصوصیت دوایی داشتنش به سلامتی انسان در کشور مشهور است، ما را نیز بی‌طرف نگذاشت و تصمیم گرفتیم این نوبت از مکان جایگیری شوی چشمه که یک موضع زیبا و افسانه‌آور را میماند با ترکیب آب چشمه، خصوصیت شفابخشی و دیگر پهلوهای وابسته به آب چشمه زیرون به بیننده معلومات دهیم. پس همراه واقف می‌گردیم از اسرار چشمه زیرون. با من نو معلوم گشت که سبب ساکن بودن اینجا نظر به دوشنبه شهر محض همین دریای کوفرنی‌ها بوده است که از کنار راست این مکان می‌گذرد. این است منبع اساسی همون چشمه زیرون، ولی ما این رو متاسفانه به شما نشان داده نمیتوانیم که چگونه آب از داخل زمین میبارد، ولی معلومات دقیقی را گرفتیم که این آب چشمه از شخوری 1100 متر با حرارت 46 درجه گرمی میبارد، ولی آب چشمه با خبرهای مخصوص به حوضهای درمانگیری پهن شده است. در این منطقه گئولوگان روز سال 1958 تا سال 1968 هنگام گفتگوهای گئولوژی خود 12 چشمه به بیرون برآوردند که از این شماره 2 تای آنها دارای خصوصیت شفابخشی بود و برای استفاده اجازه داده شد. بعداً این موضوع و آب چشمه مورد توجه قرار گرفته از جانب عالمان خارجی و تاجیک تحقیقات‌ها دیده ترکیب آب چشمه را سنجش‌های لابراتوری گذارانده به خلاصه آمدند که آب چشمه دارای یک قطار میکرو و ماکرو المنت‌های شیمیایی که به سلامتی انسان منفعت بخش است دارد. از آن لحظه ها بعد آب چشمه زیرون را برای معالجه روا دانستند. آب چشمه زیرون به آن نفرانی که از بیماری‌های خنک‌زده، ستون موره، پوست، بیماری‌های استخوان و درد پای، بیماری‌های فشار بلندی اذیت می‌کشند توصیه داده می‌شود. طبابت گرفتن به آن نفرانی که گرفتار بیماری‌های سیرایتی هستند اجازه داده نمی‌شود. همچنین به کودکان تا سن 13 ساله نیز داخل شدن به آب اجازت نیست. ترکیب آب چشمه دارای 23 الیمنت کیمیایی است و طعم و بوی داشته‌اش محض از الیمنت سیرودرود میباشد که این الیمنت در مقایسه با دیگر الیمنت‌های کیمیایی در ترکیب آب خیلی زیاد است. Химических в этой воде самый большой элемент определили это сероводород.
اگر در مورد نام چشمه سخن گویم از گفته‌های ساکنان سالخورده و اهل ده معلوم گردید که نام چشمه زیران وابسته است به دهه‌ای که چشمه در آنجا جای گرفته است. یعنی این چشمه از لحاظ در حدود دهه زیران دره رامید بودنش نام زیران را گرفته است. День рекомендуется один раз принимать этот источник. барои табобатгирандагон дар оби чашмаи мазкур мувофиқи дастурамали табобатӣ дар давоми рӯз як маротиба иҷозат дода мешавад. дар қатори табобатгирӣ дар дохили об ҳамчунин ин ҷо боз дигар намуди ташхисро бемор мегирад ки ин ҳам мастдармонӣ, созанзанӣ ва дигар намудҳо. بار دیگر یادآور میشوم که ما در چشمه زیران قرار داریم. بیایید با هم میرویم حوض‌هایی که باید بیماران توبت گیرند ببینیم. اصلا نفران به این گرم چشمه میگویند که از سلامتی خود شکایت دارند. توبت در آب چشمه زیران طور گفته موافق توصیه طبیبان صورت میگیرد. شخص بیمار میباید داخل حوض‌های آب مدت معین کرده طبیب وارد گردد. Что тут имеется сероводород. аз он сабабе ки элементи сероводород дар таркиби оби чашма зиёд аст, ин боис мешавад ки нафарони аз фишорбаландӣ азият мекашида ин ҷо дармон мегиранд, зиро маҳз сероводород намегузорад фишор баланд шавад. ҳамчунин истеъмоли оби чашма ба манфиати организми инсон буда дар тӯли рӯз нӯшидани 200 грамм об тавсия дода мешавад. ин танҳо ба нафарони аз синни 13 сола боло барои табобат гирифтан дар оби чашма аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва аз кишварҳои хориҷ аз ҷумла Афғонистон, Олмон, Фаронса ин ҷо омада табобат мегиранд. Франции были. خوب اینجا همون درمانگاهی است که شهروندان در اینجا میان طبابت میگیرند. در اینجا دو تا حوض هست برای زنان که موافق توصیه دکتران زن باید در داخل آب مدت 12 دقیقه باشد. خوب اینجا نیز دو تا حوض هست برای طبابت گرفتن مردان. بیایید می در میبینیم که چگونه طبابت میگیرند. اینجا همون حوضی که گفتیم برای طبابت مردان است. از چشمه اساسی با واسطه خبرها با اینجا آب آوردند. این آب حرارت گرمی این آب 46 درجه را تشکیل می‌دهد و باید ذکر کرد که مردانی که باید برای طبابت به اینجا میان باید در داخل آب مدت 8 دقیقه باشند. من یکمین مرتبه است که به تاجیکستان آمدم. اینجا خیلی طبیعت زیباست. هوای فورم، چشمه شفابخش. مدت 2 روز می شود که من در اینجا طبابت گرفته ایستادم و در این مدت سلامتی خود را خوب احساس می کنم. در داخل آب درمان می گیرم و بعداً از زیبایی های دره رامید دیدن می کنم. در ولایت تیومنی فدراسیای روسیه نیز چنین چشمه های شفابخش هستند. من آنجا نیز طبابت گرفتم ولی گمان می کنم که آب این چشمه فرق می کند. وطن شما تاجیکستان خیلی زیبا است. طبیعت زیبا دارد. من اگرچه 2 روز می شود که در تاجیکستانم، باور کنید وطن شما را دوست داشتم. برای درمانگیری به چشمه از تمام منطقه‌های گوناگون تاجیکستان و از خارج کشور نیز نفران میآیند. آب چشمه زیران با اندیشه طبیبان به یک قطار بیماری‌ها درمان میبخشد. Люди, которые хотят шахсоне ки инҷо меоянд мо бо онҳо суҳбат гузаронида онҳоро ташхиси тиббӣ мегузаронем ва ба онҳо табобат гирифтан дар давоми аз 8 то 10 рӯз иҷозат медиҳем. бояд гӯем ки об ҳамчунин ба гирифтори бемориҳои безурётӣ шифо мебахшад. оби чашмаи зайрон воқеан шифобахш аст. من از درد استخوان عذاب میکشیدم. دکتری طبابتی هم گفتن که شما با فقط آب زیران فایده می‌آورد. بعد با توصیه دکترم با این طبابتگاه آمدم. پارسال آمدم 10 روز دم گرفتم. این زمستان درد استخوانم حس نکردم. برای همین با این سال آمدم باز طبابت گرفتم. سلامتیم سازای فشارم بلند میشد. با دارو فشارم پست میکردم. اینجا вообще دارو استفاده نمیبرم. فشار معتدل. اول خسته نمیتونستم. خسته ششته نمیتونستم. فقط استول وای میکردم. حاضر باشد آزاد میخیزم میشینم.
کوههای بلند و سنگین زیبا، هوای خرم و شمال نرم، خروش دریای پرتوغیان و سرمست کفرنیان با شوق از کنار این مکان می‌گذرد که دیدنش حلاوت دیگر دارد. در حقیقت کارکرد و مورد استفاده دادن چنین چشمه‌های شفابخش در جمهوری بر رشد ساحه سیاحی مملکت مساعدت می‌کند. این همه اسرار و معجزه طبیعت بیشتی تاجیکستان عزیز است که با دیدن و معلومات گرفتن از این گونه چشمه‌های طبیعی درمانبخش و از زیبایی‌های نوتکرار کس بار دیگر افتخار از این وطن نازنین می‌کند. این بود انجام برنامه چشمه ها. تا برنامه دیگر سلامت بمانید.